در جایی که سگ پره میزند یک اختاپوس کله تخمی زندگی میکند. این عمه خراب خود و دم و دستگاهش را تا ناموس در صدف جا میکند. سگ پدر نه بیکار است و نه اسکل، بلکه با این کار توجه طعمه را به خود جلب می کند. او انقدر سوت بلبلی می زند تا بالاخره مخ یک خرچنگ حمال را حامله می کند. خرچنگ در صدم ثانیه خفت شده و اختاپوس او را از پشت نصیحت می کند. خواهر مادر خرچنگ در و دیوار را چنگ می زنند اما فایده ای ندارد. چیزی که در پاچه خرچنگ فرو رفت فراتر از یک دست بیل بود. مهنز